محصلین عزیز السلام علیکم. لکچر نوم است. در لکچر نوم یک مثال کار میکنم که این مثال یک فنکشن است و این فنکشن در قطع خط منفی 10 و 20 با استپ 2 محاسبه میشه و این فنکشن دارای شرایط یا تحت شرایط قرار داره و این طوری است که قیمت هایی که از یک کوچک هستند، یعنی زمانی که x بین منفی 10 و 20 قرار داره از منفی 10 تا 20 قیمت هایی که x که از یک کوچک هستند x مربع منفی 4 محاسبه میشه. یعنی اینجا ببینین از منفی 10 تا 1. اما بین 1 و 10 بشمول خود 1 و 10 بازتابع y مساوی 2x منفی 5 محاسبه میشه و قیمت های بین 10 و 20 فنکشن y مساوی به 15 که یک تابع ثابت است قرار میگیره و ما میخوایم که پروگرام محاسبه قیمت های x و y به مطلب تهیه کنم که در پروگرامی ازی for else else و if قرار میگیره. در اینجا ببینین وقتی که پروگرام تهیه کنیم هم for هم if هم else هم else کل از اینا استفاده میشه. من فقط چی میکنم؟ اول قطع خط معرفی میکنم که قیمت های x از منفی 10 تا 20 است با استپ 2. بعد از او لنتش پیدا میکنم که لنتش به معنای که چند دانه قیمت با استپ 2 در این قطع خط منفی 10 و 20 قرار داره که تقریبا 16 قیمت میشه. اگر من ایره برای شما نشان بتم دقت کنین، اگر در سافر مطلب ایره ارائه کنم شما موضوع را خوبتر گرفته میتونین. طور مثال لنتش که محاسبه کنم 16 میشه. 16 چرا میشه؟ به خاطر 16 که یعنی اگر ما بگویم که از منفی 10 تا 20 با قدم 2 چند قیمت میشه، یا حساب کنم 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 در حقیقت قیمت های x که چند دانه x از منفی 10 تا 20 قرار میگیره. این امی لنتشه که 16 دانه است او را ارائه میکنه که در حالی که ما شما میفهمیم اولین قیمتش منفی 10 است، باز منفی 8 میشه، منفی 6 بالاخره تا 20 16 دانه x موجود است و بنابراین ما میشه که از فار استفاده کنیم. آی مساوی از 1 تا به n این همون لنتش است که یعنی در حقیقت ما x1 محاسبه کنیم، x2 را، x3 را، x 16 دانه قیمت وجود داره، 16 دانه x و 16 دانه y باید محاسبه شود. از او خاطر از فار استفاده کردیم و در اینجا میبینیم که از اف استفاده میشه و خاطر دی که سوال ما دارای شرایط است. ببینید شرط اگر x کوچک از 1 است یا اگر x بزرگ از 10 است، اگر x بزرگ از 10 تا 20 y مساوی 15 محاسبه شود. else اگر x باز از 1 بزرگ است در بین 1 و 10 است 2x منفی 5 محاسبه شود. باز اگر x از منفی 10 بزرگ است x مربع منفی 4 محاسبه شود. با اون خاطر اینجا میگیم که f x i بزرگ از 10 است y i مساوی 15 است. else f x i اگر بزرگ مساوی از 1 است باز y i 2x منفی 5 است. در غیر از او y i مساوی به x مربع منفی 4 است و اینجا متوجه باشین که هم f است هم else f همیشه بعد از f قرار میگیره. بعد از f قبل از else چندین دانه تعبیر به else در یک پروگرام میتونیم معرفی کنیم، اما f در اول قرار میگیره، else در آخر قرار میگیره و end هم یک سیکل را تشکیل میده تا f و end یک سیکل است و end دوم با for سیکل دیگر ارائه میکنه که در اینجا بسیار خوب
امو طرز محاسبیش در یک فلوچارت رسم شده که اولین قیمت x منفی ده است. آیا اولین قیمتش یک است که تا 16 علاوه میشه و در صورتی که آی ما کوچک است یک باشه، یا اپراتور شرطی است. همیشه اپراتورهای شرطی اگر وقتی که میگوییم یا اف که میگوییم یا فار میگوییم، اینا اپراتورهای شرطی سن. اپراتور شرطی دو حرکت داره، یا یس یا نو. اگر آی کوچک است این است، یسش باید امتحان کنه که آیا اکس آی بزرگ از دست، اگر هست تابع محاسبه شود. باز اگر نیست باز امتحان شود آیا بزرگ از یک است محاسبه شود. اگر بزرگ از یک هم نیست بین یک و 10 قرار داره که یعنی تابع محاسبه شود. باز اینا دو حرکت دارند، در یسشان محاسبه میشه، با در نوعشان بعد از اینکه هر کدام محاسبه میشه اینجا دوباره حرکت میکنم، یا آی که یک بود دو میشه، یک در اینجا قرار میگیره، یک جمع یک آی دو میشه، یعنی انکرمنت میشه، یک تا زیاد میشه. بازو ای بالاخره میاید اینجا برای آی دو x دو محاسبه میشه که x دو منفی 8 است. منفی 8 امتحان میکنه، میبینه که از ده بزرگ است. میبینه که آیا ای از ده بزرگ است، منفی نیست که نیست، میاد اینجا امتحانش میکنه که آیا از یک بزرگ است. باز هم میبینه که از یک بزرگ نیست و مساوی به x مربع منفی 4 محاسبه میشه. و همین قسم باز میاد قیمت آی 3 میشه و 3 امتحان میکنه، 4 میشه، 4 امتحان میکنه و تابع تحت محاسبه قرار میگیره تا ای که آی مبدأ میشه. چرا این مبدأ است؟ اینجا که آیا ابدا کوچک از این است؟ نو نیست دیگه، در این سیکل دوران نمیکنه، بلکه تو میایه به این شکل بالاخره برنامه را ختم میکنه که یعنی آخری دوم است. باز داخل آخری قیمت ها را، همه قیمت ها را که خود داره، چرا x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4 وقتی که ما میخواهیم که x1 y1 بته میته. و این پروگرام ما قبلا به مطلب راه کردیم، اگر شما یه دقت کنین با زیبایی هایش بسیار خوب میبینین. ببینین شما اینجا شما نگاه کنین ببینین از منفی 10 تا 2، البته ای از منفی 10 تا 20 است، قدمش 2 است. بازم این مساوی لنتش است، فار اینجا استفاده شده، کاملا آماده است. اف اینجا استفاده شده و اگر این شرط ست میکنه باید اینی تابع محاسبه شده. السف در غیر از او اکس های باید امتحان کنه، خیلی شرط که ست نمیکنه آیا این شرط ست میکنه، اگر میکنه این محاسبه شده. باز که نمیکنه در غیر از او آیا های مساوی به این چیز است. و ما اگر ای را رن کنم شما میبینیم که این در رنش جواب ارائه میشه، این جواب ارائه میشه. این جواب. اگر ما این را CLC بگوید باز هم بیایم که رن کنم، حالا شما این را خود کنم، شما عملا همه چیز دیده میتونید. اگر ما این را رن کنم اینجا قیمت ها را شما میبینید که چگونه تحت محاسبه قرار میگیره که در حقیقت هم اف است، هم فار است، السف است، الس است و این اپراتورهای شرطی هستند. محصلین بسیار عزیز، باز هم تکرار میکنم که لطفاً این برنامه ها را تکرار کنین تا آهسته آهسته با موضوع وارد شویم. تشکر. لکچر بعدی را تعقیب کنید.